بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، الهی به امید تو، الهی به امید تو. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما رفقای جانم. محمد بصیری هستم و خوشحالم با پادکست متافیزیک دعا در خدمتت هستم. ما آدم ها گاهی وقتا فکر میکنیم دعاهامون وقتی برآورده میشه که همه چیز راحت بشه، که راه ها باز بشه، که هیچ دردی نباشه، که ما همین الان به خواستمون برسیم. اما شاید خدا بعضی دعاها رو جور دیگه‌ای جواب میده. مثال بزنم کاملا براتون جا بیفته. تو یک روز از ته دلت از خدا قدرت خواستی، دعا کردی قدرتمند بشی، اما نمیدونستی قدرت در آسایش به دنیا نمیاد. قدرت فرزند شبهای سخته، فرزند اشکایی که کسی ندیده، فرزند زمین خوردنهایی که بعدش دوباره بلند میشی. شاید همون روزی که همه چیزت به هم ریخت، همون روزی بود که دعاهات مستجاب شد. وقتی گفتی خدایا من رو قوی کن، خدا نگفت باشه از فردا زندگی راحت بهت میدم، بلکه آدم‌هایی رو سر راهت گذاشت که ترکت کنن، شرایطی رو آورد که مجبورت کرد روی پای خودت بایستی، شب‌هایی آورد که هیچ کس نبود جز خودت و خودش، و تو همونجا قوی شدی، در همون تاریکی، در همون لحظه هایی که فکر میکردی خدا فراموشت کرده. ما انسان ها معمولا جواب دعاهامون رو فقط در شکل نعمت میبینیم، اما گاهی جواب دعا در لباس سختی میاد. مثلا تو دانایی خواستی و خدا برات مسئله‌ای فرستاد، چون دانایی فقط با خوندن کتاب به دست نمیاد. بعضی آگاهی ها رو باید زندگی کنی، باید وسط یک بحران بایستی تا چیزی درونت بیدار شه. کسی که هیچ وقت خیانت ندیده معنای واقعی اعتماد رو نمیفهمه. کسی که هیچ وقت بیپولی رو لمس نکرده شاید هیچ وقت ارزش پول رو نفهمه. کسی که هیچ وقت تنها نشده عمق رابطه با خودش رو کشف نمیکنه. گاهی خدا یه سوال بزرگ وارد زندگیت میکنه، نه برای نابودی تو، برای بیداری تو. مثل دانش آموزی که سر جلسه امتحان نشسته، اگر امتحانی نباشه هیچ استعدادی شکوفا نمیشه، نمره آدمو معلوم نمیشه. شاید الان چیزی در زندگیت هست که مدام از اون فرار میکنی، اما همون دروازه رشد توه. تو شجاعت توی زندگیت خواستی و خدا خطرهایی جلوی پات گذاشت، چون شجاعت نبودن ترس نیست، عبور کردن از ترسه. همه آدما قبل از تغییر میترسند، قبل از شروع میترسند، قبل از عاشق شدن میترسند، قبل از بخشیدن، قبل از دوباره بلند شدن. اما یک لحظه است، یک لحظه مقدس که انسان با تموم ترسش حرکت میکنه و همونجا جهان درونش تغییر میکنه و به اندازه‌ای که جهان درونش تغییر میکنه جهان بیرونش هم تغییر میکنه. شاید اون تماس سختی که گرفتی، شاید اون تصمیمی که همه مخالفش بودن، شاید اون روزی که بعد از شکست دوباره شروع کردی، همون لحظه‌ای بود که دعاهات داشت جواب داده میشد. یه جایی در زندگیت از خدا عشق خواستی و خدا انسانهای نیازمند رو وارد زندگیت کرد، چون عشق فقط احساس خوب نیست، عشق جاری شدن نور خدا از وجود توه.
گاهی خدا یه کودک غمگین سر راهت میذاره، گاهی یه دوست خسته، گاهی مادری که فقط نیاز داره یکی حرفشو گوش کنه، گاهی یه آدم شکسته که فقط یک آغوش میخواد و تو فکر میکنی داری به اون کمک میکنی، در حالی که در حقیقت اون اومده تا قلب تو رو باز کنه، تا عشق رو در درون تو پرورش بده. اون آدم نتیجه دعای تو بوده که از خدا عشق خواستی و در موقعیتی قرار گرفتی که بتونی عشق بورزی. متافیزیک دعا دقیقاً همینه. هر دعایی که میکنی در جوابش جهانی که خدا آفریده شروع میکنه به ساختن نسخه جدیدی از تو. آدما فکر میکنن جواب دعا فقط فرستادن نتیجه است. نه، جواب اصلی دعا نسخه جدیدیه که از تو آفریده میشه. وقتی ثروت میخوای گاهی اول باید ظرفیتی ساخته بشه. وقتی آرامش میخوای گاهی اول باید وابستگیات فرو بریزه. وقتی نور میخوای گاهی اول تاریکیات باید دیده بشه. و ما آدما چون متافیزیک دعا رو درک نمی کنیم، گاهی وقتا وسط فرایند اجابت دعا میگیم چرا خدا صدام رو نمیشنوه، در حالی که شاید دقیقاً همون لحظه خدا مشغول جواب دادن به دعای تو بوده. امروز اگر به گذشته نگاه کنی میفهمی بعضی از بدترین روزهای زندگیت در واقع مقدمه بزرگترین بیداریات بوده. اون جدایی، اون شکست، اون تنهایی، اون بیپولی، اون اضطراب، همشون تو رو به نسخه‌ای رسونده که قبلا نبودی. نسخه عمیق‌تر، نسخه قوی‌تر، نسخه آگاه‌تر، نسخه عاشق‌تر، نسخه مهربون‌تر، نسخه شبیه‌تر به خدا. و قطعاً امشب وقتشه که جور دیگه‌ای به زندگی نگاه کنی. به جای اینکه همش بگی خدایا چرا این اتفاق برام نمیافته، آروم توی دلت بگی خدایا این اتفاق اومده تا چه چیزی رو در من بیدار کنه. شاید خیلی از دعاهای تو سالهاست که مستجاب شدن، فقط شکل جوابشون با چیزی که تو تصور میکردی فرق داشته. خود من محمد بصیری وقتی به همه زندگیم نگاه میکنم میبینم همیشه در حال تلاش فیزیکی و متافیزیکی بودم و در کنارشم خیلی دعا توی سالهای مختلف زندگیم کردم. از خدا خیلی چیزها خواستم و الان میبینم که خدا همه دعاهامو جواب داده. من از خدا آرامش خواستم و خدا آدمهایی رو از من گرفت که آرامشم رو میدزدیدند. من ثروت خواستم و خدا یادم داد که چجوری توی سختی‌ها رشد کنم و یاد بگیرم پول در بیارم. من آزادی خواستم و خدا وابستگی هایی رو مقابلم گذاشت که مجبور شدم از اونها رها بشم. من رشد خواستم از خدا و خدا من رو وارد فصل هایی کرد که دیگه نمیتونستم اون آدم قبلی بمونم. من از خدا صبر خواستم و خدا زمانهای طولانی برای انتظار به من داد تا عمق تحملم رو
کشف کنم و بعد افزایش بدم. من از خدا ایمان خواستم و خدا من رو وارد تاریکی هایی کرد که فقط با نور اعتماد به خودش میشد از اون تاریکی رد شد. من موفقیت خواستم و خدا بارها منو زمین زد تا یاد بگیرم چطور دوباره بلند بشم. من بخشش خواستم و خدا آدمهایی رو وارد زندگیم کرد که قلبمو شکستن تا یاد بگیرم ببخشم. من در زندگیم نور خواستم و خدا تاریکی های درونمو نشونم داد تا چیزی برای پنهان کردن از خودم باقی نمونه و در نهایت بفهمم نور واقعی از درونم شروع میشه. من به زندگیم زمانی که نگاه میکنم دعاهام همیشه جواب داده شدن. رفقای جانم، خانواده 1% محمد، بدونین و آگاه باشین، همیشه دعاها جواب داده میشن به شکلی که برامون خیره، نه به اون شکلی که الان خودمون میخوایم. دل بسپریم به خدایی که همه چیز رو بهتر از من بنده میدونه و اعتماد بی قید و شرط بهش داشته باشیم. خیلی خوشحال شدم که در یک پادکست کوتاه به نام متافیزیک دعا تونستم با تو عزیز دل خداوند صحبت کنم. ازت میخوام حتما 8 جلسه هدیه‌ای که توی کانال گذاشتم هم گوش کنی. در 8 جلسه قوانین متافیزیکی پایه رو بهت آموزش میدم. مثلا ما یک قانون بزرگ داریم. قانون میگه باورش با تو، اتفاقش با خدا. زمانی که من چیزی رو باور کنم، خداوند باور منو در زندگی متجلی میکنه. ازت میخوام حتما جلسات هدیه‌مون، مخصوصا 8 جلسه هدیه رو با دقت گوش کنی. خیلی خوشحال شدم از اینکه در یک پادکست دیگه باهاتون صحبت کردم. در سال جدید من یک دعا دارم، در جلسات معجزه‌م همین دعا رو تکرار میکنم. دعا میکنم خدا رو در لحظه به لحظه زندگیت حس کنی. الهی آمین. حتما در روزهای آینده در کانالمون پادکست های جدید با موضوع رشد درآمد و تحول فردی هم خواهیم داشت. همراه محمدتون باشید و کلام آخر همتون رو به خداوند منان می سپارم. شبتون بهشت، خانواده 1% محمد.